وخی دور وقت کومی کندی از دیشه افتاده وقتی همین جوجه ها خوردن مغز سرما رو چریدن جیگ جیگ میکنم و در اینا بابا بفریش بیایید گرم تنه برایش وخی بابا همین جوجه ها مرغا یخصه در ورده بابا بفریش اینا چی به درد میخوره مار بخیر نمقدار چاشتا رو زید وخی هنگیری شو چیه؟ وقتی اینا رو بابا بفریش وقتی مقدار سرما پا بچوریدم خود راحت خیلی میشه اونا رو به تن سرما بالا آورده بیشتر تر با گرمه وقتی هوا گرمه آخه گفتی چاشت لگلگه دیگه ساعت 2 ویدی هماری کوری او چند بجه 9 10 دقیقه 2 بجه تو از دیشب سری خیلی شدی تا حال ساعت نمیفهمه چند بجه خوال وقتی بابا اینا بفریش وقتی اونا چی به درد میخوره ایمونا رو به قفص کردی اونجا نی اوی نی نونی هیچی نی ایمونا به تو چی کار داره؟ وقتی بابا جو وقتی برای من اونا رو ببر بفریش وقتی خدا برای 10 دقیقه من بزنه وقتی داره نمیشه بس که داره چیز که میگه بگذارم دیگه ایشتنی تا قفص رو بگذارم ترک باسکیل خوبه وقتی برای بفریش وقتی تو نفروختی عمر گم نکردی به سرا نگی امال ما بگو فس اینا رو بیا بخون کسیبی کنن جوجه دارم کسیبی کنم با جوجه مرغ کسیبی شده وقتی دالیا اونا مشترک با من میمونه بخی کیجی کف لنگ من دو میده چیکار میشه؟ کف لنگ من دو میده تو حقا خودی هری به پا خبری بگو کردن من بند باشه میگم لنگ میگم اگه این لنگ چپ اندو بده کف لنگ آدم یعنی میری به سفر میری از سفر میری مثلا میگم اگه لنگ راست اندو بده میری به سفر مبارک باشه یک کفت دست راست اگه اندو بده باور کن پول میدم اگه کف دست چپ اندو بده میگم پول مگرم بگی مرغان میفریشی پول به دست دنیایی کف دست درست میشه تا نفروختی نگه خوبه بابا اولا با تو چی کار داره؟ نه بفروش بیتر پدردی برای ما بافتادی برفته مردم هم کسیبی میکنم این هم کسیبی میکنه چی هم برفته بیا ورده جوجه مرغ گیلک بانی باسکیل ما بالا نشی که با میشکنه بانی باسکیل ما بالا نشی که با میشکنه او قوت نداره چی؟ تو بیا در کانال 16 و برای عجیبی بود تا خوب بفهمیلی بانی باسکیل میگم بالا نشی که میشکنه چطور میشکنه؟ زور تو نداره تو کتی سنگینی اما لاسپیکر بوب ما چی کردی؟ بمشاق باسکیل کتیوه چرا چینگی بشکستندی؟ تو بیا عنوال دیگه بابا گوشه چی بیاد چیز کو؟ چینگو بوب ما بشکستندی؟ خجالت نمیکشی؟ برو سیایی نده برو سیایی نده دیگه برو گفتی شده تا نمیدینه همه نفروختی گم نکردی نهی هرکی جیرگه اگه باسکیل تو رو میته سویری نکرده میته میگیرم سکو بالا میشون بالا باسکیل خواب سنگینی خود میندازنم که نرم نورشه گردن همه من بقیه پیاده بری چه کنی من به سر دید نه باسکیل نمیدم از سرا بدن جوجه هم بالا میکنم امال جوجه سکو 16 تا جوجه چند وزم داره
16 17 تا جوجه چند وزن داره غره که دیگه میگیرم اونا میفهمی چی کار میکنم خور سنگینی رو میندازم موبایل باسکل خوب باسکل هم دنگه گفتم باسکل تمی شو برو تو باش کنم با ما میفهمم تو جوجه داره جوجه داره جوجه با تربیت جوجه بی تربیت جوجه داریم جوجه بیا که خلاص شد برادر خلاص شد زن مرد بخریم جوجه ساخته وطن ما ساخته شرکت بیمه جوجه جیگ جیگ دار جوجه بی جیگ جیگ جوجه داریم جوجه با جیگ 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 داریم بله بخونه برادر جوجه دارن که عقل کمال داره بیا که خلاص شد لیلامه فقط چند تا دیگه مونده 2000 دونه دیگه به کسی نمیرسه خلاص بیا برادر جوجه دارین جوجه شما جلجل نزنه که چپه میشین جلجل نزنه که ما در سراجه کنم جلجل نزنه جوجه دارین جوجه دارین جوجه برادر بیا که خلاص جوجه داره برادر جوجه بابا جو اینا جوجه مرغه بله جوجه مرغه نه اینا جوجه خر شما اگه شیاری بشیم اینا چیه؟ پول چنده اینا؟ چی؟ اینا؟ ها 140 گیرون اما نه خب اینا فرق میکنه خصوصیات از چیه که 140 میگی؟ خب 140 اینا هم اول که هم رنگه بفهمیدی؟ بله صدا میه؟ روی اکبر دارم نه دستات مرکوب داره اینا هم فلزقات میگیره هم فلزقات حال چند نمیدیم من یکی اور دارم بله 2 تا بدارم اینا برار فهمیده او سرخ میبینی گلدون به او عزم بیشتر عقل کمال داره خوب این عزم بیشتر میفهمه خود تو یک عقل کمال نداری ماما و نه خود او بیشتر داره اینا سه که هم رنگ و گلدون بیه و چپ سوزه توش یکی دارم نه دستا خود نزده که هم فلانسا داری تو برادر جیجه داره نه کدوم 30 روپیه تو میگی 140 روپیه 30 روپیه به تو خری نمیدم تو برو اگه خری به 30 روپیه خریدی هرچی من 5-6 تا میدم 5-6 تا چنده؟ 140 روپیه نه بابا ما اینا فروشینه برو ما برات کار کنم نمیدی جیجه داره جیجه 2 تا میدارم 2 تا 80 روپیه 2 تا 80 چند تا دایی میشه 8 تا نه 22 تا دایی مگرم باشه ماما تو دایی هم نمیفهمی 22 تا دایی 2 تا 22 تا دایی هیچ دیگه اینا برادر جیجه اگه 80 دیگه 2 تا اینا رو میدم نمیدونی برو کسی بی مال با هم نرز برارم از خراب نکن معامله ما نکنه برو جیجه برادر جیجه ساخته وطن ما ساخته تاکوچی سرا ما جیجه بیا که خلاص شد برادر بیا که لیلا ما خلاصه ما مردم زنده گریم فروشه حاله ما مردم زنده گریم فروشه برادر جوجه دارم برادر جوجه ماه مبارک رمضان برادرم تازه خوری کنیم برادرم تازه خوری بکشیم بگذاریم به یخچال ای درم میشه بگو چی قول مقال داری اینجی؟ بله چی قول مقال داری اینجی؟ چی قول مقال؟ چرا قول مقال میکنی؟ این چاش دقیقه مردم بخواه نمیخوانم شما ما کسی میکنه جوجه مثلشم جوجه دارم ما آدم جوجه داریم آدم جوجه داری؟ بله خوبه دیگه تو دیگه مردم هیچی بخواه نگذار دیگه ما بیام در سر شما تک تک خدای من بخواه شخیر بگم دل من بطر کندی خدا دقیقه خوب تو با کجا کلمی شدی؟ تاکوچی سلام خود برو حرکت کن نه میفهمی ای تو خدا اگر غلط وزینه بود که حرکت من لغزاده به پول مالون داره جوجه تو فیس برو حرکت کن نکو تلنگ نده حرکت کن نکو ما چی کار دارم ما به در سر شما آمدم بیامدم نه تاگ گوشت میزنم بله 10 نفر اینجا به تاگیشی نزدیک دیگه پرتو بود حرکت کن کاکا حرکت کن نکو من کمی مارا میشه جامعه میزنم تاگیشی میزنم مثل تاگیشی میزنم بابا من کی آمدم در سر شما تک تک کردم خو نشین آخه چی مرگ تحقیق میکشید یه مال بترگونی کن مردم بشنوه به تازه خوری کنم بردا تو نمیدونم حرکت کن حرکت نمیکنم ماما چی کار داری باشه خلاص شما میگم شیل به زرداری بابا جان یک دقیقه اجازه میدی یا نه کاکا جان اجازه میدی چی چیکاره مردم به گوشت قصبی گیرونه
فقط سبیا گوشت گاو و گوسفند گیرونه. اینا رو بیارم بکشم حداقل بگذارم به یخچال. خوب مثلا بگذارم اینا رو به یخچال بگذارم. همین شوا ایدلم میشه، روزا ایدلم میشه، به میمونا اینا میمونه. اینه یک پور چیزا نه که داماد یک پند خلقیش نداره. اینو به شب عید هم میمونه، به دیگه شب عید هم میمونه. به تا یخچال بگذاری کلون میشه، میپنگه. حرکت کن که کارو بیاقلی کنه. حرکت کن. یقلی نیه. برو ماما. برو حرکت کن. برادر خود از یه اسودیه. حرکت تو که میزنم زور با دیگه. نکن ماما میرم. حرکت کن برو. نمیخری ماما. نه ما بیزار رنگ داریم. برو. من بیزار رنگ شما. حرکت برو. برو. برو مرد که میری. اکدو برام میدی. کی؟ اکدو برام میدی. اشتا کده آه عزیزا. برو پس میتونم لباس. ایچا میرم من. خب برو دیگه. حرکت کن. میرم. جوجه. برو دیگه. تلنگ نده ماما. برو دیگه. پیار خود بیارم ماما لام قطع منی. برو که میتونم با تو دیگه. برو پیار خود بیارم. تو دیگه بخونه فکر سنگ من فرق سانتو میزنم. جوجه دارم. برو دیگه. برو. حرکت کن. الهی بعد مردم خیر نمیخوره به ماه مبارک رمضان. همه شرم حیا نداره. ما برادر جوجه داریم برادر جوجه ما بچی مادام جوجه داریم. جوجه دارم برادر. اینا جوجه وطنیه. جوجه عقل کمال داره. جوجه با تربیت. جوجه بی تربیت. تفاوت داره. اینا هر کدوم از خود تفاوت داره. هر کدوم 7 سال از یک لگه خورد و کلون داره. 11 ساله هم داریم. 28 ساله هم. برادر بیاین که بخریم مال ملنگ لیلامه برادر. ما بچی عرض فروشم. میگم بله. تو از این قد تو قیافه بس کوی. تو از این قد تو قیافه خجالت نمیکشی با ما روزی با چاشت لغلقه. دست شما مردم می خونه ها خور کوچ کنه. یکی میای که نمکی، یکی میای ماهی سرسری، یکی میای که آشخلی، یکی میای که پودر و صابون. اصلا شما نمیفهم دیگه جوار افتاده کار کسی بی. ما هر کوچی میریم مردم میان میگن ما خریم. شما مردم لقمه نون از کجا بخو میارین؟ ما روزه چاشت لغلقه مردم به خاطر که اعصاب اینا آروم باشه خو میشن. خو خیر میشم. ما خیر ندارم. پس کو که گوشام کار که آنه به کلی باریو. برو اینجا جا کار کسی. کجا برم؟ ما هر کوچی میرم مردم خود بقال میکنه. با قبرستون برو. عدس تو شما کی ما فارغ میشی؟ والا غریبی باشه میدن خلاص شما باشه چکار میشه؟ والا اینا دونی چند میدی؟ 140 همه همه به 140. نه دونه 140 اینا با تربیته. اینا تربیه از ما عمل از ما بیشتره. نردان تو بند 4 1 تو تربیه داره اینا. دو یک داره. دو یک داره. دوی ده یک منو. همه به چند حال دونی چند گفتی؟ 140. چند تا هست اینا؟ مادر میگفت تا 139 هم نده. اینا چند تاه؟ تی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و نیمه. 11 و نیم؟ آه نیمی با کدوم که؟ سفید گلدوم چپ سوز. او بجام نیمه بجام بچی شما نه. بجام به اینا همه بجام اولاداتونه بفهمیدی؟ اصلا تو من فکر میکنم که مادر مرغای میشه. تو مادر مرغا باش. مادر مرغا. مرغا بگی. من خوبی از جوجه داریم. سرکله تو هم از این مرغای اقصده کم نیه. برادر جوجه داره. میگم اینو رو همه بده که من بخرم از تو. که دست شما فارغ شیم ما. بخر. 11 تا گفتی؟ 11 تا 140 روپیه. چند میشه 11 تا 140 روپیه چند میشه؟ تقریبا 27 تا. 27 تا پینجه. خوبه. یک پینجه هم قفس دور میخرم 28 تا. قفس میشه تا پینجه میشه؟ 10 تا 11 تا. 11 تا پینجه. 11 تا پینجه. چند میشه لوکه جان؟ همه 38 40 تا این پینجه میشه. خب چند پیلایی میشه؟ 500. 500. بده. نه.
بسلا خلاص تلاش داده باش گردنانو زده برادر از شر شما فارغ شده من خیرت میگم اینا رو هم بگیرم. چیه؟ این رو هم بده به من. تو هم پول از اینا. باسکل نداری پول بخری؟ باسکله؟ آه باسکل هم 5 تا 50 میشه. میشه؟ آه داری پول؟ برین در سرا که دیگه پول ندارم. برین در سرا. برین حرکت کن. برده بیا برده. ایته کجا میری؟ ایته برین. بیا هره. سر شما نه؟ آه واکو بده برو انانه 2.5 ساعت پول بستو که با تو باسکل خریدم خود 11 تا جوجه مرغ بده. ما بابر باسکل کمو مده. من برو. همینجا بشینم ماما. آره ماما جو 2.5 ساعت خیر بینیم ماما. دیگه خواهش کردم از تو بزی کوچه نایی. نه خب کسی بیمر بخریدی دیگه ماما. دوباره با نری نخری. نه دیگه ما پیار داشته باشم دیگه نمیخرم با هر جا مر میزنم. برو. سلام کدی برام ماما. سرا شما کوچی آمیتنه برو کوچی آمیتنه. آمیتنه؟ برو. بی آم کدی برام. همین تمراه برو بالاخره برو همین تمراه برو که دیگه طول ببینونی هم روز بعدش. یکی بریم با مزار مولا محمد جان اندر مزار سخی و شای مردان اندر مزار الله جو بشکسی آخه جو مادر جو آخه جو تو کاری بابا بشکن تاری تو هم میریزم سبب که بابا جو زفت خدا جو یک پا کندن بران مگیری نه و خیش با ما بشکن آخه ده بشه که کمی بالتو بریزم آخه بگیر تمامیز تقریبا آخه تو چرا میدونی سر خود بگدیشتی نمیفهمی که من میایم میرفت تو در کوچه زرخو میقدیشون که تو مسخان صاحب میایی من چی میفهم مادر میگم گاهی وقتی می تو عدوم خورتکی تو همیده شیری نقل نفهمی الال دلجام شدن بفرشیدی نه در زن با من نمیفرشیدی اگه تو به سر را میدادم مگر اینچه میفتی تماچه خواهی میشیدی به چندی فرختی؟ بابا براتون مردم بچون چی رقم مردم هر کس براتون دم چاش برسیدم محله بالا با ما یک محله ما چون محله بالا بود به این بود کجا بدم خوب خاک حالی به هر جا بیده متا خوب شو بفرختی گم کردی چکی دادم به چندی؟ چکی نمینا میارزه به 7.5 ساعت 7.5 ساعته؟ ها 7.5 ساعت ایشته تو 11-12 تا جوجه مرغ به 7.5 ساعت دادی خب مرتکب 11-12 تا نبود چند تا بود؟
یک دو سه تو نارول کردی 10 تا و یکی خو 11 تا میشه سرقی 11 تا جوجه مرغ بده دیواری صبر کن این مرتکه رستیا به یاد ماماد آلی حالا به یاد ماماد این مرتکه وردش تا گوال جوجه مرغا اینا چندیه؟ 2.5 سر 2.5 سر آه اینا را مرتکه وردش تا لکه کل کجان گم نشه صبر کن اینا را مرتکه وردش تا بال باسکیل تو باسکیل را بسیختی ها چره؟ با بینا باسکیل با خدا کچانی تاکار یا باسکیل را بسیختی چه خب مرتکه گفتن کنه کسالمه چندی هدی به کی بدادی راست خوب بگو به مینا باسکیل من به 2.5 خریدم به 2.5 سر دادی آخه من چی میفهمیدم خودتون نگیتی که باسکیل مرتکه گو چکی ما تو چه لغمه کمان نداری یا خود چرا با مدر نمیگی که من خدا دادم من عقل کمال به من یاد میدادن برای چیلی نخمانه تو به کجا کلون شدی و کدو خبرش تو نمردم بابا خبر سر که تمام سر که بلد کلون شدی گردن همه من دیگه 11 تا جوجه مرغ بدادم 5 سر با کجا دادی و کدوم محله دادی وقت بری که بستانم من از دم چاش تعلیمی تایمی ما نه ولی ما افتار شه خوب قانون هایی که بیامدی برای وقتی کدو تا بیامونم من چی میفهم تو بیامدی در اکسرای بیدن وقت برای وقت برای وقتی پولا بردم به چی کار بری؟ برای باسکیل بستونم 2.5 روپیه باسکیل به 2.5 ساعت دادی همین 2.5 ساعت نمیشه یکی ای اخلا کمال داری وقتی جوری شو ما بلد نمیشه ولی به خدا لنگ ما بلد نمیشه ته وقتی بلد بشی ما تو نشون میدم وقتی برکن بلد شی آخه تو چه ریته؟ بدن ما میتونم تحقیشته میگیرم به خدا یک چیزی هم دیگه من تساعت بدارم آخه بکن این بعد من بفتن بگو تو بیاد با مردوز مایه تو هم گفتن نفهمیدی وقتی که خواهو کوکا آقا برای بالیمه برید های عزیز گردن من باشه به گل روی من کار میکنه که شما کمی سر خوش کم باشه درندای عزیز گردن من باشه با گل روی من سعی کنه که چیز زیاد شده چیزی نخند چرا؟ ما روزه خود روزه دادن نخنده سردل نیه ما روز آدم بخنده برخ داریم تو سردیل داری برو فلورداری نکن خب آمده باسکیل هم بزنختی بگیرین گو قرآن ما وردار داشته باید بینندای عزیز یک قبضین نوره و یک بدیم از داری برمون کار میکنه بگیرین شما برو باسکیلی که 2000 قیمتی بیده باید به 2.5 ساعت دادی نه خندگه 2.500 بگو 2.5 ساعت 2.500 بگو 2.500 خریدم ما به کی دادی باسکیل به 2.5 ساعت